8 راه خروج اضطراری است و در طول خروج 2 کیلو کون نشست. بودو. خب هست. خب بچه ما رسیدیم. نمازی برای بردین میخوام. اینا هم عرازه با جورابش سفت میشه. اینم اتاق. من آمردم بچه بارا بیا. ما اومدیم پاندا خرید خونه کنیم. آروین میگم ماشین کنسل. کاپلی ازمون گرفتن منو اینجوری بعد 6 سال غذامون آماده شد. بنده که من بود. تخمه سیبیلو اومدیم کشتی یونانی. مریم موتور غذا خورده اخلاقش خوب شده ترندش همونو میخورد. ما کشتی یونانی نیومدیم. اومدیم دستشو. شوکه شده. مشتیه. میگه دندان. من میرم تو جاده. آریان نریم بدبخت کنی خودتو. بابا یه گاز نده بری. آریان یه گاز ندی بری تو آب. نه ترس آربی چرخن طوریمون نمیشه. چی آهنگ همسفر چی بود؟ منو با اون طوری برعکس تکیه گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدم. آریان به اونام زنگ بزن بگو بیان با هم بریم دیگه. سارا داره صبحونه درست میکنه. یه سیندرلا هم همومه. تو هم خواهی هموم؟ نه میخوام که تو همومه رو ببینم. این هم تازه از هموم اومده که اون لخته. بچه ها صبحونه آماده شد. سیندرلا از هموم در اومد. دختر هنو لب آبی. آره بیا بچه ما اومدیم. من همونجا
دوش گرفتم اومدم خونه مامون شستم بقیه بچه ها موندن من و سارا جون اومدیم خونه برای غذا کنیم. داری چی درست میکنی سارا؟ ماکارونی. غذای سارا جون. حالا میگه دیرشه بعد واسطه داریم بیرون با سیسیا به زودی قراره با حالا اجازه داری بخوری تو هم میتونی بخوری سارا جون. اومدیم کره جنوبی. این ماچامونه، این دسر مانجا، اینم آیس امریکانو آرمینجانه. بچه ها بخوری خودش گذاشته کینگ کایلی کینگ کایلی دوباره برمیگرد. یه تایمی بود یه اسمی گفت کینگ کایلی بگو کینگ یه جوریه دارم میگم کینگ کایلی میگم این ازدواج کرد سلینا گومز با همون فرفری زشت. سلینا گومز با بنی بلانکو. چرا بنی بلانکو یا ارجن بنی بلانکو نمیشه تو کار زندگی همچونستی هیچ کس دارده نداشتم. سارا پسر اکس قبلیش یعنی پسر با سکشوال پسر بوده؟ نه اکسش پسر هی مهم نورماله شخصیته عزیزم مهم پوله من پول داره؟ آه. از سلینا گومز پول داره واقعا؟ آهنگسازه آهنگاش خیلی از خوانندگان معروف و نوشته مثل خود سلینا داشت چقدر زشته. داری تو در تو بذار داری تو در تو داری بذار تو نیم رو وای نده هر نیم رو کی؟ یه پسری بایستا میگم شبیه توی چرا شدید رفتم شبیه توی نه اینو خدای نگاه کنم من فهم حالا بهش بچه امروز سیگاره. سارا اون زنه اونجا نشسته سبز میشه سارا مریم فکر کرد مرده میگه مرد سبزه شده ما بچه ها میخواییم بریم آیس رینگ با این لباس ها رفتیم بچه ها بسته بود بچه ها ما بالاخره اومدیم لب ساحل بعد 600 سال پیاده روی 6:30 صبح ما داریم میریم پیاده روی آردین کارت فوتی رو میزه یه کارت چیزه طلایی برونزه لا سر از بیابون در میاری و همینجوری میگه مستقیم برین تا آخر کره زمین. آریان میگه خروس بچه آریان میگه خروس دیده این مرغ آریان
لقش که یکی دیگه هست. چرا؟ بچه نگه چه موچیم کو چرا هیچی تو آبه معلوم نیست. سلام بچه ها، من امروز کلا خواب بودم. ساعت 1 شب بیدار شدم، آماده شدیم اومدیم موتور دیگه. ولاگ نگرفتم، اومدیم کافه. الانم ساعت 5 خورده ایه. خودم هم یه چند ثانیه حال میدم. به بلاگ هم سلام. گل کاغذی کیش، حالا گل کاغذی شیراز با منت. آره مدلش نارنجیه. گل کاغذی شیراز با منت 2 تا دونه ازی گل کاغذی ها میده. اینجا هم میشه با یه دونهش یه باکس گل بزرگ. صبح بخیر everybody. Good morning sunshine. همو بوس. Good morning. پیشیا. اینجا ها چنگ ترسن بیاد کافی آقای اینا رو رفتیم سرخ کردیم، یعنی دادیم سرخ کردن از بازار که گرفتیم. صدفایی که دیروز گرفتیم و داریم می‌خریم. شما می‌خوایم تست کنیم. شما از خوشمزه. زیاد نجا قورت که جویدن با اجازه. مزه عجیب نه، مزه مای میگو اینا.